و من بنده توصیه می کنم که امنیت منطقه حفظ بشود. امنیت استان ما که یک استان هست که با چندین کشور مرز داریم و مهم هست که به هر حال امنیتش حفظ بشه و امنیت به نفع همه هست. شب گذشته شب 29 هم در مراسم بنده تاکید کردم بر اینکه امنیت حفظ بشه و آرامش حفظ بشه و ناامنی صورت نگیره و لہذا اللہ تعالی را دعا می کنیم، هم می خواهیم که الله تعالی مشکلات این مملکت و کشور را حل بکنه و ما به پروردگارمون امیدوار هستیم و که مشکلات انشاءالله حل بکند.